طول سگ با این قاطر رفیق هستن، رفیق بسیار صمیمی. گردن قاطر رو اومدم تمیز کنم، بقیهش کنم، کاراش انجام بدم. حالا بقیه که نه، بعد چند روز اومدم. الان که بعد اینکه تمیز کردم، الان صاحب قاطر رفته کارش انجام بده بیاد، این حیوان داره لیس میزنه جای زخم رفیقشو که الان از این بغل کامل مشخصه. این رفاقت بین حیوانات رو ببینید، بعد مقایسه کنید بین انسان ها. حالا ما محبت تو این دور زمانه بایستی از حیوانات یاد بگیریم. خیلی چیز از دنیای حیوانات میبینم من، شاید برای خیلی ها مسخره بیاد، بگن که در توهم هم ببینید دوباره کار داره انجام نمیده، داره زخمش رو تمیز میکنه. این رفاقت بین یک قاطر و یک توله شکاری، از این موجودات آدم باید محبت رو یاد بگیره، عشق رو یاد بگیره، دوست داشتن رو یاد بگیره. آدم قبطه میخوره. ببین هر کجای حیوان که زخمه میره لیسش میزنه، تمیزش میکنه. بعد شما میگی ما انسان ها هیچی نمیفهمیم. نه مامان نه، نخور. ببین داخل زخمه، این زخم خیلی جراحت داشت، تازگیشون تمیزش کرده بودم من.